هیلاری کلینتون در مصاحبه با CNN تصریح کرد آمریکا در پشت پرده کارهای زیادی برای گسترش آشوب‌ها در ایران انجام داد. وی همچنین به نقش وزارت خارجه آمریکا در صحنه‌گردانی فضاهای مجازی همچون سایت توییتر نیز اشاره کرد. اگر خیلی تند و آشکار وارد میدان می‌شدیم، توجهات خیلی زود جلب می‌شد و رهبران ایران از ما برای متحد کردن کشور بر ضد افرادی که در صحنه تظاهرات بودند استفاده می‌کردند. در پشت پرده کارهای زیادی انجام دادیم. ما در وزارت امور خارجه آمریکا توییتر را با وجود برنامه گردانندگان آن برای از کار انداختنش به خاطر مسائل فنی همچنان فعال نگه داشتیم. ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد. مدیر اجرایی سایت توییتر نیز در مصاحبه با BBC به درخواست وزارت خارجه آمریکا برای فعال شدن این سایت در خصوص مسائل ایران در زمان اغتشاش‌ها اذعان کرد. آیا این کار را به اراده خود انجام دادید یا اینکه وزارت خارجه آمریکا از شما خواست تا برطرف ساختن نقص فنی را به بعد موکول کنید؟ کسانی از وزارت خارجه آمریکا چنین درخواستی رو مطرح کردند و به همین علت برای فراهم آوردن امکان دریافت اطلاعات از ایران تصمیم گرفتیم کار تعمیرات رو به تعویق بیاندازیم. اما وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه خود با CNN با اظهار نگرانی از برگزاری دادگاه برخی عوامل آشوب‌های اخیر در تهران، به ویژه بررسی اتهامات مازیار بهاری که تحت پوشش خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک در ایران فعالیت می‌کرد، این دادگاه را نمایشی خواند. من از برخوردی که با آقای مازیار بهاری و دیگران در یک محاکمه نمایشی صورت گرفته است یکه خوردم. ما نگرانی خود را از این دادگاه ابراز می‌کنیم.